حمله 1402 هجری خورشیدی است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. رد پای سپاه قدس در قندهار. نماینده مجلس ایران میگوید شفاخانه به نام قاسم سلیمانی در قندهار ساخته می شود. پاسخ تهران به متقی: از مسئولیت‌های بین‌المللی تان نگریزید. افزایش محدودیت‌ها بر زنان. امر و معروف از ورود زنان و بازار اندخوی جلوگیری می‌کنند. و مسیر جدید تجاری چین به افغانستان. اولین محموله بازرگانی چین با عبور از پاکستان به افغانستان رسید. یک نماینده مجلس ایران خبر داده که دولتش در قندهار شفاخانه‌ای به نام قاسم سلیمانی می‌سازد. جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین قدس بود که در حمله آمریکا در بغداد کشته شد. جواد کریمی قدوسی میگوید همکاران ایران با افغانستان وابسته به رفتار اداره طالبان است. او این اظهارات را هنگام دیدار از مرز دوغارون داشته است. او گفت همین اکنون بیمارستان تحت نام قاسم سلیمانی در شهر قندهار در حال ساخت و آماده بهره برداری است. این خبر بیشتر به بحث میگیریم با جناب محمد میرویس قیاسی، کارشناس رابط بین که از استانبول با ما هستند. درود و وقتتان بخیر. آقای قیاسی، چی فکر میکنین چی باعث شده باشه که جمهوری اسلامی علاقمند قندهار شده و در این شهر بیمارستان میسازد؟ با عرض سلام و خسته نباشید. دولت ها به خصوص بعد از پایان یافتن جنگ سرد سرمایه گذاری یا اقداماتی که در کشورهای همجوار و همسایه خود میکنند مبنی بر 3 اصل است. یکی بک‌گراند تاریخی است، یکی وضعیت حالی و فعلی است که از او چه منافع را میبرند، یکی چشمدید یا نصب العین آینده است که در این اقدام جمهوری اسلامی ایران هر 3 اصل یا تهداب سیاست خارجی هست. از نگاه تاریخی ایرانی ها ما بارها شنیدم، در متون از اونها هم خواندم که اینها ادعای ارضی دارند بر هرات و افغانستان و قندهار افغانستان، چون تا زمان مردن افشار، نادرشاه افشار، بسیار سالها این مناطق در تحت تسلط ایران بود. با این اساس اونایی در نظر دارند. از جمله منافع فعلیشان که همون اصل دوم است، اینها یک خاری چشمی به امریکا نشان میتن و به امریکا میگن که تو رفتیم ما اینجا هستیم، و همچنان زنده نگه داشتن مراکز استخباراتی، بیشتر مراکز طبی، صحی، کمک ها، حتی در شکلی کمک های خیری هم باشه که در کشورها ایجاد می شود، در پهلوی از او استخبارات فعال می باشه و فعال بودن استخبارات یک منفعت بزرگ برای کشورهاست. اما از نگاه بحث استخباراتی هم در این موضوع شامل است و به نام فردی که این بیمارستان ساخته میشه قاسم سلیمانی قبلا فرمانده سپاه قدس بوده که در بیرون مرزهای ایران و در عراق کشته شده است سوی آمریکا. این یک اصل یا یک کار سمبولیک یا اقدام سمبولیک سیاسی هم هست، ولی استخبارات چیزی حتمی است. میخوام با ما اصل سوم اشاره کنم که بسیار مهم است. ایرانی‌ها که میخوان تهداب و بنیادهای مهم در قندهار بسازند با اساس هژمونی اقتصادی چین در آینده است، که اینها متوجه حرف هستند که چین داره به عنوان یک اختاپوت اقتصاد افغانستان میبره و در این کشور دامن پهن میکنه. ایرانی‌ها این نزاکت ها را میدانند و میخواهند پایگاه و جایگاه در مناطقی که به مرز از اون نزدیک از داشته باشند که در آینده چین به اونجا زیاد سرایت نکنه. این گپ بسیار مهم است. در آینده استعمار اقتصادی چین برای افغانستان، برای همسایه افغانستان خطرناکتر از استعمارهای گذشته است. این 3 اصل بود، به این 3 اساس ایرانی ها این پایگاه ها را ایجاد میکنند. اما یک بحث دیگه هم که با توجه به اختلافاتی که هنوز هم جمهوری اسلامی با طالبان داره، باز هم به نحو میخواهد نزدیکی خود را نشان بده. این نزدیکی از هراس خود جمهوری اسلامی است به خاطر اقتدار طالبان در داخل افغانستان و یا بحث‌های دیگه که یک گوشه شما اشاره کردین، قدرت نمایی خودش و حضورش در داخل افغانستان بعد از ترک آمریکا. مجموعه این پکیج، این حرفایی که شما گفتین و ما گفتیم در مجموعه این پکیج شامل است. ایرانی‌ها هنوز از همون سیاست کجدار و مریض نبرآمدن و سیاست کجدار و مریضشون پایان نیافته و شاید انکشافاتی بعدی نشان بده که جمهوری اسلامی در مسائل سیاسی زیادتر از طالبان فاصله بگیره. دلایل وجود داره برای این، ولی فعلا به اون حد نرسیده. میخوان که در یک حد جای تعامل و جای تصادم این سیاست ادامه بدن. و در برابرش پذیرفتن طالبان و نزدیکیش با کشورهای منطقه، این هم میتونه کدام پیامی را داشته باشه؟
طالب ها به این گپ ضرورت دارن، هم ضرورت یک تعامل سیاسی را دارن که اون کشورها با اینا خوب تعامل کنن. تا حال سفارت برشان مثلا ایران سپرده، کنسولگری ها را سپرده و یک سیاستی باز هم رایشان داره. یک جواب میخواه، یک بدیوبستان است که کار با طالبا بکنه. از نگاه دیگه طالبا به این امر ضرورت دارن. اقتصاد طالبا در حدی از این نیست که بنیای اقتصادی و اجتماعی و مردمی را اینا بسازند. ضرورت دارن که یک شفاخانه، یک کلینیک در هر جانب که ساخته شود 100 نفر هفتهوار وجا تداوی شوند. یک ضرورت است برای طالبا. به این دو دلیل طالبا گپ رد نمیکنن. من یک پرسش کوتاه دیگه هم مطرح میکنم چون وقت تمام است. با توجه به این همه روابط نیک آهسته آهسته از طالبان با کشورهای همسایه، چرا یکی از این کشورها تا هنوز جرئت نکرده طالبان را مشروعیت بده؟ نه خیر، ما او را قبلا دلایلش در بحث‌های دیگه که حال مجالش نیست بحث کنیم. گفتیم این کشورها منتظر قدرت‌های بزرگ و مراکز بزرگ در دنیا هستند. این کار صورت نمیگیره که تا اونجا شناخته نشوند، ولی برعکس دارن فاصله ها زیاد میشه و اگر جزئیات مسائل روزانه که مطالعه بکنیم فاصله با این کشورها زیاد میشه، هم با آسیای میانه، هم با ایران، هم با پاکستان که سپورتر یا بنیادگر اصلی طالبان است. بسیار تشکر جناب محمد میرویس قیاسی، کارشناس رابطه بین‌الملل. سلام علیکم. سلام علیکم. از سوی دیگر نماینده ویژه رئیس جمهور ایران میگوید یک جریان